بریم توی 48 دقیقه گوگل ایرانی رو بسازیم. با من همراه باش در ساختن این گوگل و اگه خوشت اومد ازم حمایت کن. خب من اینجا اول واسه پیدا کردن مپ ایران سرچ میکنم که یه عکس خوب پیدا کنم برای اینکه اون رو داخل فتوشاپ ادیت کنم و آرم گوگل رو واسه خودم طراحی کنم. همونطور که میبینید اینجا در حال ساختن آیکون گوگل هستم و اول سعی میکنم که با اسم گوگل انگلیسی اون رو طراحی کنم، اما میبینم که وسط برنامه میبینم که زیاد بهش نمیاد، واسه همین هم فونت و اینه برنامه رو تغییر میدم، هم خودش رو میکنم فارسی. حالا اینجا من این رو انگلیسی می نویسم، همونطور که میبینید اینجا می نویسم گوگل و فارسیش میکنم و سفیدش میکنم و ایران کوچیک اون پایینش که معلوم باشه، سیف، و اون رو داخل عکس هام سیوش میکنم. بعدش میرم سراغ وی اس کد، یک فایل میسازم به اسم ایران گوگل و توی وی اس کد فایلی میسازم که توش بتونم HTML بنویسم. HTML CSS رو میسازم. خب و بقیه چیزهایی که میخوام رو مینویسم و دو تا پنجره رو میذارم، یکیش کد و یکیش کروم. اینجا میام کدش رو بنویسم. اول عکس رو آپلود میکنم. عکس رو که آپلود کردم اون رو سعی میکنم که با دستورات بادی و با دستورات استایل وسط چینش کنم و در وسط تصویر قرارش بدم. به خاطر این اول نمیرفت وسط تصویر و من با دستور سنتر اون رو انجام دادم که ننوشته بودم لینک CSS همون لینک نکرده بودم، وگرنه تنظیماتی که اعمال کرده بودم درست بودن. و اینجا اومدم بیام از طریق چیز درست کنم، دیدم که تغییرات اعمال نمیشن، اومدم که از طریق خود گوگل درستش کنم که دیدم چرا من اونو لینک نکردم و برگشتم اینجا که لینکش کنم، همونطور که میبینید و اینجا لینکش کردم. همه تنظیمات اعمال شد و اینکه من اینجا خیلی آورده بودمش پایین، واسه همین هی میبردمش بالاتر و پایینتر که دقیقاً بشه اینو گوگل. خب اینجا یک اینپوت یا یک ورودی تنظیم کردم مثل اینپوت گوگل یا ورودی گوگل و ویتسش رو قرار دادم برابر 50%، یعنی تو یا 50% هر دستگاهی رو بگیر، و هیتش رو یعنی ارتفاعش رو قرار دادم با 40 پیکسل و بوردر ریدیسش رو گذاشتم روی فکر میکنم 15 پیکسل، نه 30 پیکسل گذاشتم که قشنگ شکل گوگل رو بگیره و دیدم ارتفاعش زیاده، واسه همون کردمش 30 پیکسل و ویتسش رو کردم 70 که باید در جلوتر بشه 60 به خاطر اینکه پدینگ قراره بهش بدیم. و اینجا یک بوردر واسهش گذاشتم، بوردر خاکستری که قشنگ باشه واسه این مدلمون. و پدینگ رو همونطور که میبینید من 25 پیکسل گذاشتم که از هر طرف 25 پیکسل فاصله بده و فونت سایز رو گذاشتم 24 که متن درون تصویر بزرگتر باشه، درون اینپوتش بزرگتر باشه. و اینجا من میام کدش رو مینویسم و اینجا حالا دکمه ها رو اضافه میکنم. اون دوتا دکمه پایین اینپوت گوگل که اضافه اضافهشون میکنم که یکیشون گوگل سرچه و یکیشون I'm feeling lucky و اینها رو واسه شون کلاس میذارم و کلاساشون رو جوری میذارم که دوتاشون از یک کلاس استفاده نکنن. اول همونطور که میبینید من کاری کردم که دوتاشون از یک کلاس استفاده کنن، ولی خب ما I'm feeling lucky دکمه I'm feeling lucky مون باید یکم رو به سمت راست باشه، واسه همین باید دوتا کلاس تعریف میکردم و اینا رو جدا کردم از هم دیگه. الان همونطور که میبینید دارم تنظیماتش رو اعمال میکنم. مارجین لفت دادم بهش 15 پیکسل که بیاد یکم اینورتر و این خود گوگل بشه و یکم هیت و ویتسشون رو دستکاری کردم که یکم بیشتر شبیه گوگل بشه و سیاه و سفیدشون کردم. کاری کردم که بک‌گراند کالرشون مشکی باشه و متن درون داخلشون با دستور کالر بشه سفید که قشنگ معلوم باشه. و اینجا دوباره ویتس و ایناشون رو دستکاری کردم چون که فهمیدم که گوگل یکم بهتر، یکم فاصلش بیشتره و ویتسش بیشتره. و الان من روی دوتا باتن
تغییراتم رو اعمال کردم و اینجا دنبال یک سیمبل میگشتم که بتونم بذارم روی اینپوت ها، ولی سیمبل خوبی پیدا نکردم و بیخیالش شدم و رفتم سراغ نوشتن بقیه چیزا و به جای اینکه اونو بنویسم یه ایده به سرم زد که بیام شعر چون ایران نباشد تن من مباد رو بهش اضافه کنم. اینجا من دارم اون رو بهش اضافه میکنم با دستورات H1 که تقریبا برای عنوان هاست و من کاری کردم که این بیاد زیر اینپوت قرار بگیره که یکم ظاهر قشنگتری رو به ما بده و یک ظاهر ایرانی تری رو به ما جلوه بده. و اینجا واسه شون کلاس تعریف کردم و همونطور که میبینید حالا عکس من فعلا اینجاست، توی یکم جلوتر من عکسم رو تغییر میدم و به اون ور میذارمش و اینجا فعلا دارم تغییراتش رو اعمال میکنم. کل تکست، دیو تکست یعنی بخش تکست رو الان اینجا دنبال فونت میگردم و از فونت ایران نستعلیق استفاده کردم که یک فونت کشیده و شعر مانندیه و اون رو گذاشتم داخل کدم با دستور فونت فیس. همونطور که میبینید در حال دانلود کردنشم و اینجا من میام انتخابش میکنم و اونجا پیستش میکنم. اینجا دستور فونت فیس رو مینویسم، URLش رو بهش میدم و میگم با این اسم شعر تو بشناسش و اینجا بهش فونت فامیلی شعر رو میدم و همونطور که میبینید این شد از خروجی شعر ما که خیلی هم قشنگ شد. حالا تصویرم از زیرشه، الان که یکم دیگه برش میدارم میبینیدش، خیلی کد قشنگی میشه و شعرش خیلی ایرانیه. و اینکه اومدیم مارجین لفت گذاشتیم واسه همشون، خواستم یکم پله‌ایش کنم ولی دیدم زیاد ظاهر قشنگی نداره اگه پله‌ای باشه، واسه هم اومدم همونجوری زیر هم گذاشتمش. پشیمون شدم و اینجا دارم هی تغییرش میدم که ببینم توی چه حالتی قشنگ تره و آخرش میرسم به همون حالت اول. و اینجا الان من نوبت میرسه به این که بیام تستش کنم و اینجا تصویرم رو بالاخره میکشم کنار که شما شعر رو ببینید. و اینجا داخل اینپوت میتونم چیزایی رو بنویسم. خواستم که این رو 2 نسخه کنم، نسخه فارسی و انگلیسی، و دیدم که زیاد نمیصرفه چون که خود گوگل وقتی ایرانی بخوایم ایرانیش کنیم خب باید متنش فارسی باشه دیگه. منم اومدم زدم همه چی رو فارسی کردم و اینجا هاورا رو اول اعمال کردم و یا اومدم کاری کنم که اینا رو فارسی کنم، دکمه ها رو، و همونطور که میبینید دکمه ها رو فارسی کردم و دنبال این بودم که فونت دکمه ها رو هم تغییر بدم. خواستم از طریق بادی این کار رو انجام بدم که متاسفانه نشد. اومدم داخل خود کلاساشون دونه به دونه واسهشون تعریف کردم که فونت فامیلیشون باید باشه شعر و اینجا چیزهایی رو داخلش نوشتم و با خط نستعلیق نوشته نمیشد داخل اینپوت و رفتم سراغ این که اینپوت رو هم داخلش رو نستعلیق کنم که چیزهایی که داخل اینپوت هم می نویسیم نستعلیق باشه. و اینجا پدینگ میدم بهشون که میبینم زیاد فکر جالبی نیست و دوباره برمیگردم به همون دیفالت خودم و میرم سراغ ساخت آیکونم. حالا اگه یکم دیگه بریم جلو میبینید اول اینپوت رو درست میکنم که خط نستعلیقش خوب باشه و اینکه هاورها رو درست میکنم، یعنی اینکه وقتی موس من بره روی باتن یا دکمه من چه شکلی بشه، مثلا رنگش تغییر کنه همونطور که میبینید سیاه‌سفید بشه یا کلی چیز دیگه. آپشن‌های زیادی بهش اضافه کردم و اکتیو هم واسش گذاشتم که وقتی که روش کلیک کنیم یک کوچولو میره داخل و میاد بیرون، همونطور که میبینید میره داخل میاد بیرون. و اومدم در اینجا دوباره رفتم سراغ اینپوت و اون رو کردم فونت سایزش رو تنظیم کردم چون که فونت فارسی و وقتی توش می نوشتیم خیلی کوچیک بود، واسه همون رو کردمش یکم بزرگتر و این شد خروجی نهایی اینپوت و سایزش. و اینجا میرم سراغ نوشتنش. سلام خوبی و گوگل ایرانی.
خب اومدم آرم رو تغییر بدم و بکنمش گوگل. رفتم فونت خوبی رو پیدا کنم، متاسفانه فونت خوبی رو نداشتم، منم حوصله نداشتم که بیام فتوشاپ رو دوباره ببندم و باز کنم. واسه همون اومدم یه فونت از اون فونتایی که داشتم، همون فونت مایکروسافت رو انتخاب کردم که بعدا میتونیم حالا تغییرش هم بدیم و ایران انگلیسی رو کردم فارسی که خوشگل‌تر بشه و اینجا سایزاش رو تنظیم کردم، مکانش و اکسپورت. خب اینجا خروجی میشه این و به جای اون فایل ذخیرش کردم که جای اون بشینه و حالا اینجا نوشتم تقدیم به ایران و ایرانی. خب این بوده از نوشتن گوگل ایرانی و گوگل رو طوری نوشتم که زیرش نوشته باشه جهان را بسازید همچون بهشت، مگویید هرگز سخنهای زشت، بگویید این جمله در گوش باد، چو ایران نباشد تن من مباد. و این شد از کدش. اول چیزش رو طراحی کردم، آیکونش رو طراحی کردم و بعد هم علائم وبش و مثل خود گوگل تونستم اینپوت و اینجور چیزاشو در بیارم و این شد از گوگل ایرانی. اگر دوست داری که این گوگل به وجود بیاد حتما این ویدیو رو حمایت کن تا به دست خود گوگل برسه. سابسکرایب کن.